سلام سلام مهربونا. امیدوارم حالتون عالی باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه. بریم برای یک ذهن خوانی، ببینیم که توی ذهن شخصی که داری بهش فکر میکنی راجع به شما چی میگذره. چه خانم هستی چه آقا، فرقی هم نداره. نگاهتو بذار روی این کارتا، تمرکز داشته باش تا انرژی فال رو دریافت کنی. اسم اون شخص هم توی ذهنت تکرار کن، ببینیم که چه چیزی توی ذهنش میگذره راجع به شما. این انرژی خوانی رو در کانال فال ستاره دنبال میکنید. اولین چیزی که توی ذهن این شخص داره میگذره، دوست داره با شما دیدار داشته باشه و این رابطه رو به یک جایی برسونه که دیگه ثبات داشته باشه. علیرغم این که این رابطه چالش هایی داشته که این آدم یک سری سختی ها رو داره تحمل میکنه، حالا چه رفتار دو طرف باشه چه از نظر کار این آدم باشه که تحت فشار قرار داره و گاهن نمیتونه با شما دیدار داشته باشه، اما مدام داره شما رو چک میکنه و میخواد تلاشش رو توی این رابطه بکنه و تمام تمرکز و حواسش رو گذاشته روی این که بتونه قدمی به سمت شما برداره و این رابطه رو گرم کنه و توی ذهنش داره به خیلی چیزا فکر میکنه. اینکه شما به این آدم وفادار هستی، ازش چجور توقعاتی داری، آیا شما هم به دیدار فکر میکنی، انقدری که اون شخص شما رو دوست داره شما هم بهش دوستش داری یا بهش وفادار هستی، خیانت میکنی. ذهنش به همه این چیزها مشغوله و داره فکر میکنه. خوشحال میشم این کانال رو سابسکرایب کنید. هر روز تکمیت داریم در کانال فال تاروت ستاره و کلا تمرکز این آدم تو این لحظه روی این هستش که بتونه این رابطه رو به سمت و سوی گرمتر شدن ببری. اگر کاتی مطمئن باش که دوست داره به سمتت برگرده و دیدار داشته باشه. خیلی ذهن این آدم رو مشغول کردی و مدام داره شما رو چک میکنه.